و یکشنبه باید با زن خود خانه‌داری نکنی. التماس جواب درستش را گوید. اگر مخلص من باشی در این با من چند بار پیشتر هم گفته بودم. همه غریمی چی هنر نداری خودت همین گپ هر ملا رو بعد التماس می‌کنی. او همسری خودت از چیکار داره های ملا در تو؟ چهارشنبه میکنی پنجشنبه یا خلاده مگه شب جمعه خوشش نمیاد به فرای خوان. همه شب یک شنبه میکنه باید درست نیست. این گپ خطا است دادر عزیز. باور کنید اسلام در این گپ ها نیست. فقط هم ملای میگه اونها حقیقت اسلام نمیدونن. اونها هم اسلام عزیز هم مسخره کردن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدن که ماذا یحل لی من امرأتی. پیغمبر بزرگواران همسری من برای من کجاش حلال است؟ حضرت همه جاش برای تو حلال است بودن. هر وقتی که میخوای خودش خانه‌داری کن برای تو حلال است بودن. ببینی همه جاش برای تو حلال است بودن. همه جاش فهمیدی؟ یا خیلی همینا ساده با میره گشت میپرسم بایشان همه خیلی کنیم چی میشه. خودی خدا کردن که چی میشه. آیا سادی بند نشه وقتی عصر 21 شدی سادن. آبا کافران ما رو میخندن مسلمان ها حقی موندن بودن. برای همه عزیزان من رسول اکرم پرسیدن صحابه که ماذا یحل لی من امرأتی. از همسری من براش کجاش حلال است برای من؟ از همه جاش برای تو حلال است. هر کاری میکنی حلال است الا النکاح، مگر همخوابگی در حالت حیض. حالت حیض گفتن همخوابگی یعنی علاقه جنسی کردن برای تو حرام است. نکاح مراد از حیض است. شارح حدیث میگن دیگه حدیث رسول اکرم اینو با شرط دادن. در حالت حیض همخوابگی حرام است و این چنین خانه‌داری کردن از عقیب خانم این حرام است. غیر این دیگه هر کاری میکنی هر شبه که میکنی حلال است برای تو. او خدا رحمت کنه آدمای قدیم شیخ بودن. خدا رحمتشان کنه آدمای خوب بودن. گپای وی در 4 کتاب هست. یا 4 کتاب کل ما یا وقتا میخوندم. و همه خدا رحمت کنه می از صاحب 4 کتاب ما هر کجا نکره راست دروغه فلان شب ما درست نیست و فلان شب عید کنی ششتلیکه بشو. من بیچاره خودش هنری زن کتی خرافتن نداشته های و همه هر چی رو بانه کرد نمیشه در کتابش. خدا نگهتان داره. فقط از زنا خودتان کنترل کنه بچه های عزیز. دیگر همسر شما برای شما حلال است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. خدا در این آیه مبارکه میگه همسرای شما برای شما حکم زمین کشت دارند. آنان که زمین کش میکنه زمین خودت است. ای بالا جفت کار پایان بیایی از این طرف جفت کار بالا میری یا پرمکاری خود کردن گرافی فقط تخم تکار در همون زمین حاصل خیزش. بنابر این آیه کلمه صراحتا دلالت میکنه در عقیب کردن زن حرام است. در این تخم باید در جای کاری که حاصل کرده خیر همت است. بنابر خداوند حرث لکم گفت است فاتوا حرثکم ان شئتم. همسری تو زمین خود چه کلی میخوای کردن گیر. بیچاره مولا خدا رحمتش کنه. بابای مولا گفت خودت هنر نداره ما را من نکن. و یکشنبه باید با زن خود خانه‌داری نکنی. التماس جواب درستش را گوید. اگر مخلص من باشی در این با من چند بار پیشتر هم گفته بودم. همه غریمی چی هنر نداری خودت همین گپ هر ملا رو بعد التماس می‌کنی. او همسری خودت از چیکار داره های ملا در تو؟ چهارشنبه میکنی پنجشنبه یا خلاده مگه شب جمعه خوشش نمیاد به فرای خوان. همه شب یک شنبه میکنه باید درست نیست. این گپ خطا است دادر عزیز. باور کنید اسلام در این گپ ها نیست. فقط هم ملای میگه اونها حقیقت اسلام نمیدونن. اونها هم اسلام عزیز هم مسخره کردن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدن که ماذا یحل لی من امرأتی. پیغمبر بزرگواران همسری من برای من کجاش حلال است؟ حضرت همه جاش برای تو حلال است بودن. هر وقتی که میخوای خودش خانه‌داری کن برای تو حلال است بودن. ببینی همه جاش برای تو حلال است بودن. همه جاش فهمیدی؟ یا خیلی همینا ساده با میره گشت میپرسم بایشان همه خیلی کنیم چی میشه. خودی خدا کردن که چی میشه. آیا سادی بند نشه وقتی عصر 21 شدی سادن. آبا کافران ما رو میخندن مسلمان ها حقی موندن بودن. برای همه عزیزان من رسول اکرم پرسیدن صحابه که ماذا یحل لی من امرأتی.
از همسری من براش کجاش حلال است برای من؟ از همه جاش برای تو حلال است. هر کاری میکنی حلال است الا النکاح، مگر همخوابگی در حالت حیض. حالت حیض گفتن همخوابگی یعنی علاقه جنسی کردن برای تو حرام است. نکاح مراد از حیض است. صریح حدیث میگن دیگه حدیث رسول اکرم اینو با شرط دادن در حالت حیض همخوابگی حرام است و این چنین خانه‌داری کردن از عقیب خانم این حرام است. غیر این دیگه هر کاری میکنی هر شبه که میکنی حلال است برای تو. او خدا رحمت کنه آدمای قدیم شیخ بودن، خدا رحمتشان کنه آدمای خوب بودن. گپای وی در چهار کتاب هست، یا چهار کتاب کل ما یا وقتا میخوندم و هوا خدا رحمت کنه می از صاحب چهار کتاب ما هر کجا نکره راستای دروغه فلان شب ما درست نیست و فلان شب عید کنی ششتلیکه بشو. هم بیچاره خودش هنری زن کتی خراختن نداشته های و همه هر چی رو بانده کرد نمیشه در کتابش. خدا نگهتان داره. فقط از زنا خودتان کنترل کنه بچه های عزیز. دیگر همسر شما برای شما حلال است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا الله واعلموا انکم ملاقوه وبشر المؤمنین. خدا در این آیه مبارکه میگه همسرای شما برای شما حکم زمین کشت دارند. آنانی که زمین کش میکنه زمین خودت است، ای بالا جفت کار پایان بیایی از این طرف جفت کار بالا میری یا پرمکاری خود کردن گرافی فقط تخم تکار در همون زمین حاصل خیزش. بنابراین این آیه کلمه صراحتا دلالت میکنه در عقید کردن زن حرام است. درسته تخم باید در جای کاری حاصل کرد اخیر امتاز. بنابراین خداوند حرث لکم گفت است فاتوا حرثکم ان شئتم. همسری تو زمین خود چکلی میخوای کردن گیر. بیچاره ملا خدا رحمتش کنه. بابای ملا گفت خودت هنر نداره ما را من نکن و یک شنبه باید با زن خود خانه‌داری نکنی. التماس جواب درستش را گوید. اگر مخلص من باشی در این با من چند بار پیشتر هم گفته بودم همین غریمی چی هنر نداری خودت همین گپ هر ملا رو بعد التماس میکنی. او همسری خودت از چی کار داره های ملا در تو چهارشنبه میکنی پنجشنبه یک خلاده مگه شب جمعه خوشش نمیاد به فرای خوان همه شب یک شنبه میکنه باید درست نیست. این گپ خطا است دادر عزیز. باور کنید اسلام در این گپ ها نیست. فقط هم ملای میگه اونها حقیقت اسلام نمیدونن. اونها هم اسلام عزیز هم مسخره کردن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدن که ماذا یحل لی من امرأتی. پیغمبر بزرگواران همسری من برای من کجاش حلال است؟ حضرت همه جاش برای تو حلال است گفتن. هر وقتی که میخوای خودش خانه‌داری کن برای تو حلال است گفتن. ببینید همه جاش برای تو حلال است گفتن. همه جاش فهمیده؟ یا خیلی همینا ساده هم با میره گشت میپرسم بابایشان همه خیلی کنیم چه میشه. خودی خدا کردن چه میشه. آیا سادی بند نشه واقعی عصر 21 شدی سادن. آبا کافران ما رو میخندن مسلمان ها حقی موندن گفتن. برای همه عزیزان من رسول اکرم پرسیدن صحابه که ماذا یحل لی من امرأتی. از همسری من براش کجاش حلال است برای من؟ از همه جاش برای تو حلال است. هر کاری میکنی حلال است الا النکاح، مگر همخوابگی در حالت حیض. حالت حیض گفتن همخوابگی یعنی علاقه جنسی کردن برای تو حرام است. نکاح مراد از حیض است. صریح حدیث میگن دیگه حدیث رسول اکرم اینو با شرط دادن در حالت حیض همخوابگی حرام است و این چنین خانه‌داری کردن از عقیب خانم این حرام است. غیر این دیگه هر کاری میکنی هر شبه که میکنی حلال است برای تو. او خدا رحمت کنه آدمای قدیم شیخ بودن، خدا رحمتشان کنه آدمای خوب بودن. گپای وی در چهار کتاب هست، یا چهار کتاب کل ما یا وقتا میخوندم و هوا خدا رحمت کنه می از صاحب چهار کتاب ما هر کجا نکره راستای دروغه فلان شب ما درست نیست و فلان شب عید کنی ششتلیکه بشو. هم بیچاره خودش هنری زن کتی خراختن نداشته های و همه هر چی رو بانده کرد نمیشه در کتابش. خدا نگهتان داره. فقط از زنا خودتان کنترل کنه بچه های عزیز. دیگر همسر شما برای شما حلال است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا الله واعلموا انکم ملاقوه
و بشر المؤمنین. خدا در این آیه مبارکه میگه همسرای شما برای شما حکم زمین کشت دارند. آنان که زمین کشت میکنه، زمین خودت است، ای بالا جفت کار پایان بیایی، از این طرف جفت کار بالا میری، یا پرمکاری خود کردن گیراخی. فقط تخم تکار در همون زمین حاصل خیزش. بنابراین این آیه کلمه صراحتا دلالت میکنه به تعقیب کردن حرام است. در این تخم باید در جای کاری حاصل کرده خیر. امتاز بنابراین خداوند حرسل لکم گفت است فاتو حرسکم ان نشیتم. همسری تو زمین خود چکلی میخوای کردن گیر. بیچاره مولا خدا رحمتش کنه. بابای مولا گفت خودت هنر نداره ما را من نکن.